سلام به همه دوستان عزیز. امروز قصد داریم وارد دنیای شگفت‌انگیز صنعت گیم شیم. صنعتی که در دهه‌های اخیر رشد فوق‌العاده‌ای داشته و همکنون به بزرگترین صنعت سرگرمی دنیا تبدیل شده. گیم نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیرات عمیقی داشته. در این ویدیو به بررسی تاریخچه، وضعیت فعلی و مقایسه این صنعت با دیگر صنایع بزرگ سرگرمی مانند فیلمسازی و موسیقی خواهیم پرداخت. همچنین به آینده این صنعت نگاهی خواهیم انداخت و پیش‌بینی‌هایی را در این زمینه مطرح خواهیم کرد. تاریخچه صنعت بازی‌های ویدیویی. برای درک عظمت فعلی صنعت گیم باید به گذشته آن نگاهی بیاندازیم. تاریخچه بازی‌های ویدیویی به دهه 1970 باز می‌گردد، زمانی که اولین بازی‌های آرکید مانند اسپیس اینویدرز منتشر شدند. این بازی با وجود سادگی زمینه‌ساز پیدایش یک صنعت عظیم شد. در دهه 1980 کنسول‌های خانگی مانند آتاری 2600 و نینتندو اینترتینمنت سیستم به بازار آمدند و بازی‌های ویدیویی را وارد خانه‌های مردم کردند. بازی‌های کلاسیکی مانند سوپر ماریو و د لژند آف زلدا در این دوران منتشر شدند و به سرعت به بخش‌های جدا نشدنی از فرهنگ عام تبدیل شدند. در دهه 1990 با ظهور کنسول‌های پیشرفته‌تر مانند پلی استیشن و نینتندو 64 و همچنین رشد رایانه‌های شخصی، بازی‌های ویدیویی وارد عصر جدیدی شدند. بازی‌های سه‌بعدی مانند توم ریدر و فاینال فانتزی 7 تجربه‌های بی‌نظیر را برای بازیکنان به ارمغان آوردند. ظهور بازی‌های آنلاین و موبایل. با ورود به دهه 2000 بازی‌های ویدیویی وارد دوران جدیدی شدند. اینترنت پرسرعت امکان بازی‌های چند نفره آنلاین را فراهم کرد و بازی‌های مانند ورلد آف وارکرافت و کانتر استرایک به سرعت میلیون‌ها بازیکن را به خود جذب کردند. بازی‌های آنلاین نه تنها تعامل بیشتری را بین بازیکنان ایجاد کردند، بلکه به صنعت گیم ابعاد جدیدی بخشیدند. در همین دوران با ظهور گوشی‌های هوشمند، بازی‌های موبایل نیز وارد صحنه شدند. بازی‌های مانند انگری بردز و کندی کراش توانستند میلیاردها دانلود را به خود اختصاص دهند و به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های صنعت گیم تبدیل شوند. بازی‌های موبایل به دلیل دسترسی آسان و قابلیت بازی در هر زمان و مکان، بخش بزرگی از مخاطبان را به خود جذب کردند. تکنولوژی‌های نوظهور در صنعت گیم. یکی از عوامل اصلی موفقیت صنعت گیم توانایی آن در بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید است. یکی از این تکنولوژی‌ها واقعیت مجازی یا همون ویاره. بازی‌های مانند بیت سیبر و هاف لایف نمونه‌های بارزی از چگونگی استفاده از ویار برای ارائه تجربه‌های فراگیرتر به بازیکنان هستند. با وجود اینکه ویار هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، پتانسیل بالایی برای تغییر آینده بازی‌های ویدیویی به همراه دارد. تکنولوژی دیگه‌ای که در حال تغییر دادن صنعت گیم است، بازی‌های مبتنی بر کلاود گیمینگ. این تکنولوژی به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سخت افزارهای گران قیمت و پیشرفته، بازی‌های سنگین را روی دستگاه‌های معمولی بازی کنند. پلتفرم‌های مانند ایکس باکس کلاود گیمینگ نمونه‌های اولیه‌ای از این تکنولوژی هستند. وضعیت فعلی صنعت گیم. امروزه صنعت گیم با درآمدی بیش از 200 میلیارد دلار در سال 2023 به بزرگترین صنعت سرگرمی دنیا تبدیل شده است. بازی‌های ویدیویی نه تنها از نظر مالی موفق هستند، بلکه در سطح فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیرات عمیقی دارند. بازی‌های محبوبی مانند فورتنایت و ماینکرافت توانستند به فراتر از یک سرگرمی تبدیل شوند و به ابزاری برای تعامل اجتماعی و حتی آموزش تبدیل شوند. بخش ویژه، بازی‌های سولزبورن. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. یکی از جالبترین و تاثیرگذارترین زیرشاخه‌های صنعت گیم در دهه اخیر بازی‌های سبک سولزبورن است. این نام از ترکیب دو سری بازی مشهور دارک سولز و بلادبورن گرفته شده و به بازی‌های اشاره دارد که توسط استودیوی فرام سافت‌ور و به رهبری هیدتاکا میازاکی ساخته شده‌اند. اولین بازی از این سبک، دیمن سولز، در سال 2009 منتشر شد و با وجود اینکه یک موفقیت تجاری بزرگ نبود، اما از همان ابتدا تحسین منتقدان و بازیکنان را به دست آورد. این بازی با سختی بالا، دنیای تاریک و رمزآلود و سیستم مبارزه چالش برانگیز خود پایه‌های سبک سولزبورن را بنا نهاد. در ادامه بازی دارک سولز در سال 2011 منتشر شد و به یکی از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین بازی‌های دهه تبدیل شد. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north,
pilgrims discover the truth of the old words. این بازی مفهوم سختی منصفانه را به کمال رساند و بازیکنان را به چالش کشید تا با دقت و صبر بر دشمنان و موانع مختلف غلبه کنند. The giant. این بازی به سرعت به یک کالت در میان بازیکنان تبدیل شد و الهام بخش بسیاری از بازی‌های دیگر در صنعت گیم گردید. در سال 2015 بلادبورن به عنوان یک انحصاری برای پلی‌استیشن 4 منتشر شد. و یک تغییر تازه به فرمول سولز اضافه کرد. این بازی با طراحی هنری گوتیک و سرعت بیشتر در گیم پلی تجربه‌ای متفاوت اما همچنان چالش برانگیز را ارائه داد. بلادبورن توانست جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین بازی‌های پلی‌استیشن 4 تثبیت کند و همچنان یکی از محبوب‌ترین بازی‌های این سبک باقی بماند. بازی‌های سولزبورن با تاثیرگذاری عمیق بر طراحی بازی‌های اکشن نقش‌آفرینی استانداردهای جدیدی را برای سختی و سیستم‌های مبارزه‌ای ایجاد کردند. از دیگر ویژگی‌های مهم این سبک نحوه روایت داستان است. داستان‌هایی که به جای بیان مستقیم از طریق اکتشاف، آیتم‌ها و دنیای بازی به بازیکن منتقل می‌شوند. این نوع روایت مرموز و غیر مستقیم بازیکنان را تشویق به تفکر و تفسیر می‌کند. تأثیر این سبک به حدی بوده که بسیاری از بازی‌های دیگر از آنها الهام گرفتند و اصطلاحاً به آنها بازی‌های سولز لایک میگن. سولز لایک برای توصیف بازی‌هایی که از مکانیک‌ها و سختی‌های مشابهی برخوردارند به کار می‌رود. بازی‌های مانند هالو نایت و سکیرو همگی به نوعی از سبک سولزبورن الهام گرفتند و موفقیت‌های چشمگیری کسب کردند. مقایسه با صنعت فیلمسازی. صنعت فیلمسازی که تا دهه‌های اخیر به عنوان بزرگترین صنعت سرگرمی شناخته می‌شد، در برابر صنعت گیم عقب نشینی قابل توجهی کرده است. در سال 2023 درآمد جهانی صنعت فیلمسازی چیزی حدود 95 میلیارد دلار بود که این میزان کمتر از نصف درآمد صنعت گیم است. این موضوع نشان دهنده تغییر بزرگی در ترجیحات مخاطبان است. در حالی که فیلم‌ها تجربه خطی و محدودتری ارائه می‌دهند، بازی‌های ویدیویی با تعاملی بودن خود و با قابلیت ایجاد دنیاهای بی‌نهایت تجربه بسیار غنی‌تر به مخاطبان ارائه می‌دهند. جالب است بدانید که برخی از بزرگترین فیلم‌های دهه‌های اخیر الهام گرفته از بازی‌های ویدیویی بودند. برای مثال فیلم رزیدنت اویل و توم ریدر هر دو از بازی‌های محبوب ویدیویی خودشان اقتباس شدند. این نشان می‌دهد که گیم نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی نیز نفوذ عمیقی داشته است. مقایسه با صنعت موسیقی. صنعت موسیقی نیز یکی دیگر از صنایع سرگرمی بزرگ دنیاست، اما با تغییرات گسترده در نحوه مصرف محتوا مانند پخش آنلاین و سرویس‌های استریمینگ، این صنعت به تدریج درآمد کمتری نسبت به گذشته دارد. در سال 2023 درآمد جهانی صنعت موسیقی حدود 26 میلیارد دلار بود. این در حالیه که صنعت گیم به مراتب بیشتر از این مقدار درآمدزایی دارد. نکته جالب توجه این است که بازی‌های ویدیویی نقش مهمی در صنعت موسیقی نیز ایفا می‌کنند. موسیقی متن بازی‌ها به یکی از عناصر کلیدی تجربه بازیکنان تبدیل شده است. آهنگسازان معروفی مانند هانس زیمر و گوستاو سانتاولالا برای بازی‌های مانند کال آف دیوتی و لاست آف اس موسیقی ساختند که این آثار را به تنهایی توانستند جوایز متعددی را از آن خود کنند. بنابراین گیم نه تنها به عنوان یک صنعت مستقل بلکه به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان و بهره برداران صنعت موسیقی نیز شناخته می‌شود. اگر از تماشای ویدیو تا اینجا لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید، راویکست رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید. نقش اجتماعی و فرهنگی بازی‌های ویدیویی. یکی از جنبه‌های مهم صنعت گیم تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن است. بازی‌های ویدیویی نه تنها به عنوان یک سرگرمی بلکه به عنوان ابزاری برای آموزش و ارتباط اجتماعی و حتی درمان‌های روانشناختی استفاده می‌شوند. بازی‌های مانند ماینکرافت در مدارس به عنوان ابزار آموزشی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، در سال 2020 وزارت آموزش لهستان بازی دیس فار آف مایند را به عنوان بخشی از برنامه آموزشی مدارس برای دانش آموزان دبیرستانی معرفی کرد. این تصمیم به این دلیل بود که بازی دیس فار آف مایند میتواند به عنوان یک ابزار آموزشی برای نشان دادن تاثیرات جنگ بر غیر نظامیان و پرداختن به مسائل اخلاقی و انسانی استفاده شود.
این بازی به عنوان اولین بازی ویدیویی در برنامه درسی مدارس لهستان قرار گرفت و از آن به عنوان یک روش نوآورانه برای آموزش تاریخ و مطالعات اجتماعی استفاده می شود. علاوه بر این، بازی‌های ویدیویی به عنوان یک فرم هنری شناخته می‌شوند. بازی‌های مانند جرنی و لاستاواس با داستان‌های عمیق و طراحی‌های هنری خیره‌کننده خود توانستند مخاطبان را به دنیای خیالی ببرند و احساساتی پیچیده را در آنها بیدار کنند. این بازی‌ها نشان دهنده آن هستند که گیم به مراتب فراتر از یک سرگرمی ساده رفته و به یکی از قوی‌ترین ابزارهای هنری و روایتگرانه تبدیل شده است. آینده صنعت گیم. با نگاهی به آینده، روشن است که صنعت گیم همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد. تکنولوژی‌های جدید مانند کلاود گیمینگ و واقعیت مجازی و همچنین هوش مصنوعی امکانات بی‌پایانی را برای خلق تجربه‌های نوآورانه فراهم می‌کنند. به علاوه با گسترش دسترسی به اینترنت در سراسر جهان، افزایش تعداد بازیکن‌ها در بازارهای نوظهور پیش‌بینی می‌شود که درآمد این صنعت همچنان افزایش یابد. از دیگر پیش‌بینی‌ها می‌توان به گسترش بازی‌های مبتنی بر بلاکچین و NFT اشاره کرد که می‌توانند به بازیکنان این امکان را بدن تا مالکیت واقعی بر آیتم‌های درون بازی داشته باشند. این تکنولوژی‌ها همچنین ممکن است مدل‌های کسب و کار جدیدی را در صنعت گیم ایجاد کنند که بازیکنان بتوانند از بازی‌های خود درآمدزایی کنند. در نهایت صنعت گیم نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی به بزرگترین و مهمترین صنعت سرگرمی دنیا تبدیل شده است. با توجه به توانایی این صنعت در نوآوری و ایجاد تجربه‌های منحصر به فرد، به نظر می‌رسد که آینده سرگرمی‌های دیجیتال همچنان در دست بازی‌های ویدیویی خواهد بود. اگر به دنیای گیم علاقه‌مند هستید، حتما برای ما کامنت بذارید تا ویدیوهای بیشتر و جالبتری از این صنعت بزرگ برای شما بسازیم.